نمیدونم شما هم عطر نونای مامان بزرگتون رو یادتونه یا نه، ولی این نون دقیقاً همون عطر نونای مامان بزرگ رو میده که توی تنور ته مطبخ با عشق میپختن. حالا امروز قراره که این نون رو توی فر بپزیم و حسابی لذت ببریم. برای درست کردنش همه مواد خشک دستور رو با آردامون و شیر و کره ترکیب میکنیم و ورز میدیم و اینقدر ورز میدیم تا یه خمیر صاف و یه دست داشته باشیم. اصلا هم نیازی نیست به تست کشش برسیم. بعد از اینکه خمیرمون صاف و یه دست شد روش رو میپوشونیم و 1 ساعت بهش استراحت میدیم. بعد از استراحت اولیه این مقدار خمیر رو به 4 تا چونه تقسیم میکنیم و مجدد روش رو میپوشونیم و 1 ساعت دیگه بهش استراحت میدیم. بعد از استراحت روی خمیرمون رو رومال تخم مرغ میزنیم و مثل فیلم با 2 تا دست خمیرمون رو باز میکنیم جوری که جای انگشتامون هم روی خمیر بمونه. بعد روش تخم خرفه میپاشیم، حالا اگر نداشتید میتونید کنجد بپاشید و بعد داخل فر داغ اون رو میپزیم. یادت باشه که این پست رو ذخیره کنی چون اگر یک بار امتحانش کنی عاشقش میشی.